تو چرا همسه خونه علیرضا اینا پلاسی؟ فهمید. خوبی یعنی چی؟ چرا جدیدن همین دارین کامنت هم میذارن همینه؟ باشه برو. خانم مهمون حبیب خدا. مهمون یه روزه، مهمون 2 روزه، لطیف کردی. نه من صاحب کنه آقا منم میرم باز میخوام بابا نه. چی بگم ببین الان من مهمونم خب ان نمیذاری جلوی من با ماست بخورم به قرآن مجید. الان همین الان مثلا میوه آورده بخورم، شما یه دقیقه میوه رو نگاه کن، اصلا موز این سایزی ما داریم. موزه دیگه. این نگاه چقدر کوچیکه، این کجای منو میگیره؟ کجای اون کوچیکه؟ این گفتی کوچیکی؟ نه. مطمئنی دیگه؟ آره این دیگه. الان کوچیک نی؟ یعنی چی؟ کوچیک نیست دیگه. این الان کوچیک نی خانوم، این کوچیک نی؟ نه. علیرضا گفت کوچیک نی. کوچیک نی دیگه.